سلام. گفتم توی ویدیوی قبلی که من خیلی دلم میخواد که حرف بزنم و اصلا اینکه اینا رو آیا یه روزی بذارم نذارم، کسی بشنوه نشنوه نمیدونم، ولی یه چیزی هم داشتم به خودم فکر میکردم امروز، این که واقعا قصدم این نیستش که ویدیوهای مثلا آموزشی بذارم یا که اونم به نوبه خودش خوبه، هیچ ایرادی هم نداره، ولی هدف من اصلا این نیست. هدف من اینه که واقعا مثل وقتی که یه کاری رو انجام میدی و بهت میگن که خب برای این که هی بتونی تکرارش کنی، هی بری توی ناخودآگاهت، هی بتونه برات راحت بشه اون کار و اون عمل، یه سری راه حلا همیشه بهمون میدن. مثلا یا میگم هی بنویسیم، یا میگن مثلا چی میگم به قول معروف پراتیکش کنین، هی انجام بدین، هی اون عمل رو انجام بدین. مثل رانندگی که ما وقتی میریم گواهی ناممون رو میگیریم، خب اولش خیلی برامون سخته، به همه چی دقت میکنیم، به فرمون، به گاز، به کلاژ، به همه چی، و خیلی کم تر از نمیدونم چقدر، نمیدونم، هیچ وقتم فکر بهش نکردیم، ولی خیلی خیلی سریع توی ناخودآگاهمون میره و ما دیگه اصلا فکر نمی کنیم. وقتی داریم رانندگی میکنیم حتی فکر نمی کنیم که داریم رانندگی میکنیم. اینم همینه، اینم هدف من اینه که بیام حرف بزنم، برای خودم یادآوری کنم چیزهایی که به هم کمک کرده، چیزهایی که حالم خوب میکنه، چیزهایی که امیدمو بالا برده، انرژیمو بالا نگه داشته، آرومم کرده. و همین، یعنی دلم میخواد که حرف بزنم برای اینکه بتونم به خودم یادآوری کنم، و چرا که نه، اگر کسی هم شنید و تونست بهش کمک بکنه خیلی خوشحال میشم. چرا که نه. قدردان میشم واقعا. یه چیزی که دلم خواسته الان راجبش حرف بزنم، به نظر من خیلی از اتفاقایی که داریم، آسیبایی که به خودمون میزنیم، غمهایی که داریم، خشمهایی که داریم، کارهایی که روی بدن خودمون داریم انجام میدیم که خوب نیست، دردهایی که توی بدنمون داریم، همه اینا خیلی بخش بزرگش نادیده گرفتن خودمون و به عبارتی کودک درونمونه. چون از بچگی ماها هی خورد ریز با بکن و نکنها، با باید و نبایدها، با چیزایی که توی جامعه بهمون یاد دادن، ریز دور میشیم و از اون اصل خودمون، از اون رهایی دور میشیم. و من خودم یه چیزی که خیلی بهم داره کمک میکنه و کمک کرده اینه که گفتم توی ویدیوی قبلی، تو صحبت‌های قبلی میگفتم که مدیتیشن خب خیلی به من کمک کرده. مدیتیشن خیلی آروم میکنه، خیلی حالتو با خودت خوب میکنه، ولی همون مدیتیشنه هم اگر بتونیم عملیش کنیم یا یه جوری نگرش داریم، هی اون انرژی رو نگر داریم، خب خیلی خوب میشه. و چیزی که برای من خیلی کمک کرد، به من خیلی کمک کرد، مدیتیشن کودک درون بود.
خیلی همون حتما شنیدیم، خیلی همون حتما انجام دادیم. کودک درون رو مدیتیشن های زیادی هست، مدیتیشن های خیلی خوبی هست، مدیتیشن های آدم های من خودم نظرم اینه که اگر یه روز این ویدیو رو گذاشتم و اگر کسی داره این ویدیوها رو میبینه، قطعاً ویدیوهای کاملتر، جامعتر و بهتری از این رو هم دیده. و من وقتی حرف میزنم از مدیتیشن کودک درون، از مدیتیشنی حرف میزنم که با صدای حسین اورا گوش دادم، از مدیتیشنی حرف میزنم که با صدای آنوشا گوش دادم و چقدر کمک میکنه، چقدر آرامش میده، چقدر فیدبک هایی که میگیری از آدم های دیگه میبینی که چقدر شبیه توه، چقدر همه داره بهشون کمک میشه و عشق دیگه، واقعا عشق. و من روزی که این مدیتیشن ها رو انجام میدادم و هنوز هم انجام میدم، شاید هر کدوم از این مدیتیشن ها رو و کسان دیگر رو بالای شاید 10 بار انجام دادم، یا شاید بیشتر یا شاید کمتر. یه جایی این کودک درونه اومد با من توی زندگیم. یعنی از صبح که بیدار میشدم، از صبح که بیدار میشم، احساس میکنم که یه سونیای کوچیکی رو کنار خودم دارم که حالا باید مواظبش باشم، حالا باید بهش عشق بدم، مسئولش منم و بعد کمکش کنم روزشو خوب شروع کنه، انرژی خوبی داشته باشه، مواظبش باشم اگر چیز بدی ببینه، چیز بدی بشنوه، چیز بدی تجربه کنه، دستشو بگیرم بگم اینا هست، میدونم، آره سخته، میفهمم، و همیشه بغلش کنم، همیشه دوستش داشته باشم، همیشه کمکش کنم، همیشه بدون قضاوت کردن، بدون هیچی، همیشه کنارش باشم. و اون کودک درونه در واقع خودمونیم، در واقع خودمم. یعنی سونیای کوچکی رو من در نظر میگیرم و اینکه بهم خیلی کمک میکنه که حواسم به خودم باشه. و حالا اینجا این کودک درون رو امروز میخوام راجع به، تو خیلی چیزا بهم کمک کرده، ولی امروز میخوام از این دید بهتون بگم که چی جوری به من کمک کرد برای ترک سیگار. و خب همه ما میدونیم سیگار خیلی چیز بدیه، به بدن آدم ضرر میزنه. چرا اصلا باید واقعا آدم این کارو بکنه؟ از چه کمبودی میاد؟ از چه خلایی میاد؟ چی رو پر میکنه؟ چه خدمتی به بدن من میکنه؟ و خب من سالها سیگار میکشیدم و خب دلم میخواد سیگار نکشم. یعنی بالاخره میدونستم که خب سیگار چیز خوبی نیست. حالا واقعیت اینه که دیگه اینو نمیشه این کارش کرد. سیگار چیز مزخرفیه متاسفانه. و دلم خواست که ترک کنم و خب بارها تلاش میکردم، 2-3 ماه موفق میشدم و بعد دوباره حالا به هر دلیلی که شاید یادم دیگه الان نیاد یا هر اتفاقی دوباره شروع میکردم سیگار رو. و یه جایی که این مدیتیشن کودک درون میکردم، یه روز صبح از خواب بیدار شدم، همونجوری که مواظب خودم بودم، مواظب سونیای کوچیک فرضی که در من هست و فرضی نیست، هست خودم. حالا من کوچیکش میکنم که شاید بیشتر دلم به حال خودم بسوزه، شاید بیشتر مواظب خودم باشم. همونجوری که از خواب بیدار شده بودم و گفتم که خب حواسم باشه به این سونیا، حواسم باشه و روزم رو اینجوری شروع کنم که چقدر هم خب بهم کمک میکنه در طول روز با هر اتفاقی که میفته و هر چیزی که میشه. اولین سیگاری که اومدم روشن کنم
این بچه رو کنار خودم دیدم، این سونیا رو کنار خودم دیدم و من خودم یه پسر دارم، یه پسر 5 ساله دارم و این سونیا رو کنار خودم دیدم، خودم رو کنار خودم دیدم و فکر کردم که آیا من دوست دارم که سیگار دست این بچه بدم؟ آیا دوست دارم که این آسیب رو اینجا من میتونستم بیشتر ببینم، این آسیبی که دارم به خودم میزنم و به بدن خودم میزنم و اینجا میتونستم ببینم که تصور کنم که این سیگار رو من دارم میدم به یک سونیای کوچیک، به یک بچه دارم میدم و آیا اصلا این کار میکنم؟ خب نه. چرا فکر میکنم هممون جوابمون نه. یک نفر فکر نمیکنم باشه که بگه آره من میدم سیگار به بچه. نه، دلت نمیخواد. چرا دلت نمیخواد؟ چون میگه کوچیکه، معصومه، پاکه. چرا کوچیکه، معصومه، پاکه؟ چرا نباید سیگار بکشه؟ چون گناه داره، چون دود سیگار اذیتش میکنه، چون بوش اذیتش میکنه. خب چی میشه؟ اذیتش کنه. چه اتفاقی میفته؟ خب دلم نمیخواد بزرگ شه، مریضی ریه داشته باشه. دلم نمیخواد به 1000 تا درد و بلا دوچار شه. دلم نمیخواد اصلا ادیکت به یک چیزی بشه. دلم نمیخواد این بچه، من بچه خودم رو دلم نمیخواد وابسته به یک چیزی بشه، به هر چیز. اصلا دلم نمیخواد وابستگی داشته باشه به چیزی. و اصلا بدون این که بگم من میخوام، بدون این که من بگم که من از امروز یا از الان میخوام سیگار رو ترک کنم، واقعا هیچی. یعنی نه نیتی داشتم براش، نه هدفی، نه بهش فکر کرده بودم که خب من دیگه سیگار رو قراره ترک کنم. نه، همین. فقط دیدم که خب دلم نمیخوام این سیگار رو، من نمیخوام به این کودک بدم. خاموش کردم و اصلا دلم اون لحظه نخواست. یعنی با مرور همه چیزایی که با خودت میکنی که خب یک بچه، چرا سیگار، آسیب، وابستگی، مریضی، دلت نمیخواد واقعا. خب چرا خودت داری با بدن خودت اصلا این کارو میکنی؟ وقتی که نمیتونی یک کودک رو در نظر بگیری که خودت باشی، خودت رو در نظر بگیری، نمیتونی این کار باش انجام بدی، چرا با بدن خودت این کار میکنی؟ و من این کار رو همینجوری هر دفعه که اومدم انجام بدم دیدم اصلا دیگه نمیتونم. یعنی دیدم دیگه اینجوری شده بود که خب نه، من از یه زمانی به خودم قول دادم، به خودم یه دیسیپلینی رو برای خودم در نظر گرفتم. اونم این بود که من به حواسم به سونیای کوچیک درون خودم باشه، که بی خودی به همه بله نگم، که حواسم باشه چجوری با بقیه ارتباط برقرار کنم، چقدر اعتماد کنم، چقدر اعتماد نکنم، چجوری حواسم باشه که اگر غمی رو میبینم هست بغلش کنم، بگم بله میدونم، میفهمم. اگر دردی رو میبینم، اگر خوشحالی رو میبینم، تو همه شرایط کنارش باشم. و از اون زمانی که من، چقدر نور خورشید خوشگله، از اون زمانی که من اینو توی روتین زندگیم آوردم که سعی کنم بیشتر مواقع حواسم، قطعاً 100% هنوز نیستم و قطعاً نمیدونم اصلا میشه یا نمیشه، امیدوارم که بتونم. فقط خواستم بگم که این خیلی برای ترک سیگار، این داستان خیلی به ترک سیگار من کمک کرد. و همیشه آدم فکر میکنه که خب آره مثلا سیگار ترک میکنی دیگه، پس با دوستانی که اطرافت سیگار میکشن رو هم مثلا سعی کن باشون در ارتباط نباشی، یا سعی کن که مثلا یه موقعی میگه آره مثلا ممکنه من یه الکلی بخورم دلم میخواد یه سیگاری بعدش بکشم، یا به حال دوستا اطرافیانم که سیگار میکشن، توی مهمونی میرم ممکنه دلم بخواد. ولی این دید، این نگاه، اینجوری وقتی به خودم نگاه کردم دیگه نتونستم سیگار بکشم و دیگه هیچ چیزی، هیچ المانی کنار اطراف من نبود. یعنی من لازم نبود که دیگه فکر کنم به این که خب پس من
اگر دوستانی کنارم دارن سیگار میکشن، پس باید با اونا معاشرتمو کم کنم. یا اگر دلم بخواد یه زمانی یه لیوان یه پیکی به قول معروف بزنم، مجبور میشم که سیگار بکشم. یا دیگه هیچ، همه اونا محو شد. یعنی اصلا اطرافیانم سیگار بکشن نکشن، هر چی بشه دیگه من اون وابستگیه رو دیگه شکوندمش. یعنی این روش به من خیلی کمک کرد که من بتونم سیگارم رو ترک کنم. و خیلی دلم می‌خواست اینو بهتون بگم، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم که شاید هی بیام از کمک هایی که کودک درونم به من کرد، با دیدن کودک درونم به من شد، بیام بهتون بگم. و اینقدر زیاده توی هر بخشی از زندگیم یک جوری داره به من کمک میکنه که دلم خواست که شما هم این کار بکنین و امتحانش کنین، یا اصلا فقط بشنوینش، یا ببینین اصلا شاید رو شما هم کار کنه، چرا که نه. و میگم وقتی خودت رو دوست داری، وقتی که خودت رو میپذیری، وقتی که مثل یک کودکی که خطا میکنه، ممکنه خطا کنه، ممکنه به خودش آسیب بزنه، ممکنه غم رو ببینه، ممکنه ترس رو تجربه کنه، ولی چقدر احساس امنی داری اگر که همیشه فکر کنی یه کسی هست کنارت که دستتو میگیره و میگه که بیا، ترسیدی؟ آره میدونم، بیا با هم گریه کنیم. ترسیدی؟ آره میدونم. یا غمگینی؟ الان خیلی ناراحتی، دلت میخواد گریه کنی، راست میگی، حق داری تو این شرایط ناراحتی، خشم داری، دلت میخواد داد بزنی، عصبانی شدی. چرا عصبانی شدی؟ چون نتونستی حرفتو بزنی. آره خیلی سخته. بیا دستتو بده، بیا بغلم، بیا نفس عمیق بکشیم با هم دیگه، بیا همدیگه رو، بیا من آرومت میکنم، بیا مواظبتم، بیا با هم دیگه به هیچ چی فکر نکنیم، فقط نفس بکشیم. حالا بهتری؟ حالت بهتره؟ آرومتری؟ اوکی. آره هست، همه اینا تو زندگی هست، اینا رو تو زندگیمون داریم، این بالا پایینا تو زندگیمون هست، این ناراحتی ها هست، ولی من همیشه کنارتم، من همیشه مواظبتم. حتی اگر خربازی در بیاری، یه موقع‌هایی بری بیای، ریسک کنی، کار عجیب غریب کنی، هر کاری کنی، من مواظبتم و من کنارتم. همین. خیلی دلم میخواست که این تجربه رو باهاتون در میون بذارم. مواظب خودتون باشین. اینجا من اومدم توی جنگلی که نور به شدت زیباست. مواظب خودتون باشین. بازم میام حرف میزنم برای خودم، برای یادآوری به خودم، و اگر بتونم یک ذره به شما هم کمک کرده باشم خیلی خوشحال میشم. من اگر هم این کار بکنم واقعا فقط توی یوتیوب ویدیوامو میذارم، ولی هیچ پیج دیگه‌ای در فضای مجازی ندارم و همین شاید فقط برای این باشه که بگم این حرفا رو زده باشم، کسی بتونه ازش استفاده بکنه، یادآوری به خودم بشه اول از همه، و شاید کسی بتونه ازش استفاده بکنه که به شدت خوشحال میشم و احساس خوبی بهم دست میده مسلماً، اگر بدونم که یه ذره هم که شده به کسی تونسته کمک کرده باشه. عشق این همه،
خدافظ.